در هر شهری خیابون‌های مختلفی وجود داره که وقتی یکی از اونها با دیگری برخورد میکنه تقاطع رو شکل میده. ما مردم تهران در هر تقاطع کنار هم نیستیم، اما به ندرت پیش اومده که با هم صحبت کنیم. در برنامه تقاطع قصد داریم کنار هم برای تهران گفتگو کنیم. به تقاطع خوش اومدید. شما به نکته قشنگ اشاره کردی و دوستتون به اون قسمتی که قانون، شهرداری، دولت داره به وظایفش عمل نمیکنه. درسته؟ احسن، دقیقاً. خیلی خوب. ما در یه جایی هستیم که میدونیم یکی داره ببین یه مجموعه اون که زیره و مهمه داره عمل نمیکنه. خب پس ما برای اینکه این شهر و شهروند رو محافظ نمیشه که پدر خانواده، چون من کارم تو حوزه کودکه ممکنه از حوزه کودک خیلی مثال بزنم، پدر خانواده مسئولیت پذیر نیست، کار نمیکنه، نمیخواد، پول نمیاره تو خونه، نمیخواد این کار رو بکنه. مادر خونه اگه لج کنه بگه که خب باشه تو نمیکنی، منم بچه‌ها رو نگه نمیدارم، منم میخوام اصلا منم میرم دنبال کار کنم، نمیشه که. ما به عنوان شهروند، به عنوان مادر این خونه باید یه ذره بچینیم ببینیم حالا این امکاناتو نداریم، تلاش میکنیم. الان ما اینجا جمعیم که بغل شما تلاش کنیم که بتونیم قانونگذار رو متقاعد کنیم که آقا اینو قانونگذاری. ولی تا ببین این مسیر طولانیه. تا از آ بری به ب، عمر منه که، چون من از همتون مسن‌ترم میتونم بگم عمر منه که داره تموم میشه و ممکنه به اون مسیر نرسم. ولی وقتی دارم تو این مسیر تلاش میکنم، پس یه مقدار هوشمندانه تلاش میکنم که به بقیه شهروندان، به بقیه شهر هم آسیب نرسه. ما تا جایی که بتونیم آگاهی به حالا کسایی که اطراف خودمون هستن، خب خیلی دامنه کوچیکی داره، ولی این فکر نمی‌کنیم فرهنگ سازی به عهده مدارس از پایه ابتدایی هستش. من حتما و اون پایم که تو آموزش پرورشه سال‌هاست داره تلاش میکنه برای مثلا همین شهر چیه لحظه ببینید شما میفهمید که اطلاع رسانی نشده، آگاه سازی نشده. آره. چی باید آگاه سازی بشه؟ در مورد همین گونه حالا جانوری، در مورد غذارسانی، در مورد حیوانات، ببین باید همه چی فرهنگ سازی بشه. گزارهایی که خانم کمالی گفتن، با گزارهایی کهشون گفتن، بنابراین شما دارید میپذیرید که غذارسانی اشتباهه. نه نمیگم اشتباهه، هر چیز اصولی مردم نمیدونن. مردم بهشون بگین تا بدونن. ببین نگاه کنید، ما اتفاق نظر حداقل تو یه بخشی از کار که غذارسانی غیر اصولی اتفاق نظر داریم که کار درستی نیست. حالا ما 3 نفر غذارسانی اصولی رو تایید میکنیم. چرا؟ چون راهکار دیگه ای نداریم براش. شما 2 تا راهکار دارید، یا حذف فیزیکی یا اجازه بدید سگ‌ها تو جاهایی که براشون مشخص شده خارج از این بافت شهری حدالامکان بهشون غذارسانی بشه که دیگه آسیب نرسونن، که بیان داخل پارک پریسا. ببینید ما 6 تا آدمیم که چرا تو یه تعارض تعریف کن. ببین من الان شهری خارج بافت گفتم بچه‌ها چه اوضاعی. اینم دقیقاً ببین خارج از بافت من الان یه آدمیم که بیشتر از 15 سال از عمرمو یک جاهایی با حیونا زندگی کردم که چه می‌دونم تو حاشیه ورامین که واقعا جزو بدترین جاهاست از نظر امکانات و پس آره من اونجا زندگی کردم. من به شخصه میتونم اینو قاطعانه بگم که حداقل رو فرهنگ مردم اونجا در مورد حیوانات و نگهداری حیوانات تاثیر گذاشتم. چرا؟ نمیدونن گال چیه، نمیدونن جرب چیه، نمیدونن بیماری انگلی چیه. ببینید انگل خود به خود که سرایت نمیکنه، به واسطه عدم بهداشته. این بچه اگه بهداشت رو رعایت نکنه، اگه خانواده‌اش بهش یاد ندن، از حیوان میگیره، تو مدرسه شپش میگیره. اینا رو ما با اینا کار نداریم. من میگم اگر غذارسانی نه چی آره. اگر شما اینو اگر که فیزیکی منظورشونه دیگه. فیزیکیه. ببین ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم، چون بحث هنوز اولین مرحله گزارشه. شاید تو مرحله 4 ما برسیم که خب راهکار چیه. ولی من اینجا بهتون میگم که از سال 81 حذف فیزیکی در دستور کار شهرداری تهران بوده و ایران. آیا اتفاقی افتاده یا نه؟ نه اصلا میخوام ببینم شما راهکار رو شنیدید تا الان به گوشتون رسیده؟ اگر غذا ندیم حیونا میان تو شهر و سر سطل آشغال مگه الان نیست؟ نه الان هست دیگه. ببینید من میگم غذارسانی اصولی ها. ببینید ما در مورد غذارسانی غیر اصولی با شما کاملا موافقیم. میتونم بگم ببینید شما میگه غذارسانی اصلا هست. اوکی.
الان شهرداری وظیفش اینه، به عنوان یه حالا مراجعی هستش که جمع آوری میکنه این حیونا رو، میبره به کجا، اسارتگاه، چجوری 4 دیواری ما بهش میگیم جایگاه دپو، ولی پناهگاه رو خود شهرداری اسمش گذاشته. بعدا تفاوت رو میگیم. آیا شهرداری میاد این اصول رو تو همون پناهگاهی که خودش احداث کرده رعایت کنه؟ اینکه با توجه به همین قضیه پسماندها، وقتی که درست غذا رسانی خیلی ایدئاله، به خصوص اگر که ما حریم‌هایی رو برای حیواناتی که جمع‌آوری میشه داشته باشیم و اونجا خیلی مرتب و منظم طبق برنامه‌ریزی و اصولی که حالا تابعش هست بله رعایت نمیشه رعایت بشه. این زمانی به نظر من معنا پیدا میکنه که جمعیت اون حیواناتی که ما حالا به عنوان مزاحمی الان توی اکوسیستم باشون مواجه شدیم، اینها جمعیتشون انقدر نباشه که به اصطلاح اختلال ایجاد بکنه تو روند زندگی ما و زندگی حالا جانورای دیگه. وقتی که در کنار اون همه پسماند، یعنی شما فکر کنید توی مهمونی‌ها وقتی که مردم حالا عدم آگاهیه دیگه، بالاخره ما باش مواجه هستیم، معضلمونه، همه غذا رو اضافات غذا بخصوصا الان سفره‌های یه بار مصرف غذاها رو خالی میکنن، اون تو قاب بشقاب متاسفانه خالی میکنن و این کجا میره توی سطل آشغال. خب این چیه؟ حالا آیا این غذای چه حیواناتی میشه؟ از ما نگاه میکنیم به قول شما از موش، از نمیدونم کرم، از هر موجودی که تو اون اکوسیستم وجود داره از اون ارتزاق میکنه. حالا یکیش هم سگه که این دیگه به وفور بیشتری داره و خب اینا وقتی که اون غذا رو میخورن دیگه به هم دیگه کاری ندارن و این حجمش زیاد میشه. حالا ما بیایم کنار این همه پسماندهای جور با جور، یکیش این مهمانی ها و پسماندهای گفتی. کنار اینها حالا بیایم یه برنامه اصولی هم قرار بدیم که بیایم اصولی هم به اینها غذا بدیم. و ما با چی مواجهیم؟ اجازه بدین یه لحظه. ببینید وقتی تعدادشون زیاده، ببینید ما نمیتونیم بیام یه دفعه این همه حیوان بخوایم کشتار کنیم، چون میخوایم یه قاعده و نه وقتی شما میگی که مثلا الان زیادن باید چیکار کنیم؟ بکشونیمش، بکشیم؟ نه ما الان بحث غذا دادن کنترل بذارید به قولشون بحث کنترل. آره ما الان تو بحث غذا رسانی اصولیم. اگر برسیم تو اون گزاره ها بحث کنترل جمعیت باشه، اونجا خب خیلی دست ما بازتره. من اصلا می‌خواستم یه چیزی بگم. الان همه ما واسه چی اومدیم اینجا؟ چون که داستان سگ شده مسئله. قبلا که من داشتم زندگی میکردم، مثلا من 4 سال تازه دارم میفهمم آقا سگ چیه فلانه، چون دارم میبینم روندشو. الان که اومدم اینجا که دیگه تمام زندگیمو گذاشتم تا ببینم این چی میشه. پس ببینید یک چالشی بود، مسئله شد، مسئله معضل شد، معضل داره میره به سمت بحران. برای همین ما نشستیم اینجا که این تعارضه رو کم بکنیم. سگ رأس میان کلامتون رأس یک هرمی از مجموعه از حیواناته که تو اون چرخه‌ای که شکار هم دیگه هستن قرار میگیره. اصلا تعادل ارتباط آدم با حیوانات به نظر من به هم خورده. داله مرکزی بحث اینجاست. یعنی شما مثلا بحث سگ یه چیزه، ماهی توی آکواریوم یه چیزه، یعنی حتی حیوانات خانگی نه ولگر. من زمینه علتش هم من حقیقتش حالا با حفظ احترام به نظرات کارشناسی دوستان علتش رو گسترش شهرها نمیدونم. یعنی اونو به نظرم علت اصلیش نیست، علت فرعیشه. و یا نه خب تهران تو این مثلا فرض کنیم 50 سال گذشته هر روز در حال گسترش بوده، اما ما پدیده به نام سگ‌های ولگرد و گربه‌های ولگرد رو بهتره بلا صاحب از این کلمه استفاده پرسه زن اومده. آره اینجوری بهتره. ولگرد راحت‌تر شما ولی خب ما می‌خوایم تغییر نگرش بدیم. به این ولگرد خیلی واکنش زیاده. آره میدونم من مخصوصا برای همینم میگم ولگرد، چون ولگرد ولگرد یا بلا صاحب یه اسم دیگه هم داشت، گفتیم پرسه زن. گفتن مثل اینکه ترجمه شده که واقعا کدومش درسته واقعا؟ بلا صاحب پرسه زن. پرسه زن رو من قبول دارم، چون که واقعا سگامون وقتی غذا رسانی نمی‌کردیم همش در حال پرسه زنی بودم. مثلا من موافقم پرسه زن. ولگرد چه فرقی داره بعد نظرتون؟ ولگرد منفی داره، قشنگی نداره. ما ایرانی هستیم می‌خوایم خوب صحبت کنیم دیگه. یعنی پرسه زن و بلا صاحب به خاطر خوب صحبت عنصر احساسات رو حس می‌کنیم دیگه. یعنی
آره ولگرد یه ذره قرار نایس شد مؤدبانه تو این برنامه صحبت کنیم. آره ولگرد چون نایس نیست به جاش بلا صاحب. آره اون اصلا یه بی سر و پایه که من فکر کنم هر کدومتون با هر لغتی که راحت من میخوام ترید بگم اینجا ارتباط احساسی به هم ریخته. استفاده ارزم کنید، همین مشکل نداره. این علت این که احساسات به هم ریخته چیه؟ چون که یک در واقع صنعتی به نام صنعت حیوانات خانگی پاش به تجارت ایران باز شد اواخر دهه 80 و شما از مثلا فرض کنید حالا بعد از دهه 60 که جنگ تموم میشه، از دهه 70 که دوره مثلا سازندگی هست و وسعت شهرها، انفجار شهر و شهرک و فلان اینها، تا اواخر دهه 80 20 سال وقت هست واسه اینکه شهرها رشد پیدا کنن و حیوانات هم خانه هاشون آوار بشه، خراب بشه، زیست بومشون به هم بریزه. ولی شما تو دهه 70 و 80 معضل این چیزی که الان حالا به هر اسمی بگیم نداریدش. کی داریدش؟ وقتی پای این صنعت به بازار ایران باز شد. یه بازار 80 میلیون 90 میلیون حالا 70 80 میلیونیه در واقع مخاطب این مسئله که شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ جهانی دیدن که آقا یک جایی هست که به خاطر حالا شرایط فرهنگی و کلا دلایل مختلف اجتماعی سهمی نداره از این صنعته. خب از این غذا خورده‌ای که واسه گربه‌ها بریزیم، واسه سگ‌ها بریزیم، حالا چون اسم شرکت‌هاشون هم حالا فکر نمی‌کنم اینجا خیلی مسئله‌ای باشه، حالا رویال کنین یه جوره، اون یکی یه جوره، شرکت‌هایی که اصلا غذاهایی واسه حیوانات ولگرد و حیوانات در واقع شهری میاره. اینها اومدن یه سرمایه‌گذاری سنگین کردن، یک پمپاژ رسانه‌ای خیلی جدی انجام دادن و فضا رو آنچه که اشکال کارم هست، یعنی کاملا من عنصر فرهنگی رو توش می‌بینم نه عنصر محیط زیستی رو، خب یا حداقل عنصر محیط زیستی رو عقب این ماجرا می‌بینم. اومدن و هیجان دادن که آقا شما مثلا سگ نداری؟ تو سگ اصلا سگ می‌بینی قبولش نداری؟ با یه همچین لحن و یه همچین ادبیاتی اومدن به سمت این پدیده و دوگانگی هایی که ایجاد کردن، اختلافاتی که تو جامعه ایجاد کردن. برای چی؟ برای اینکه یک بازار خلق بکنن. خب ما امروز می‌بینیم، من از اوایل دهه 90 و داستانی که بازار خلق شده الان دیگه جایی هستیم که دیگه نه این بازار الان ما پس این بازار دستسازه. خب و جالبه نه اتفاقا این بازار خیلی چیزا در وارد اثر ایران شده که دستساز باشه یا برای تجارت اومده. خب من دارم دلایلشو برمی‌شمارم. خب دلایل اینکه سگ‌های ولگرد زیاد شده. ارتباط حسی ایجاد کردن. چرا؟ چون که با منطق نمیتونستن اینو جا بندازن. خب فضا احساسی شده. یعنی شما من الان خیلی راحت بخوام بگم، بحثو ببرم جلوتر، شما در بین صحبت‌های حامی‌ها و صاحبان سگ خب اشتباه بسیار بزرگی رو مرتب و مکرر شاهدش هستین که به حیوان خانگیشون یا حتی حیوانی که تازه اولین بار تو خیابون دارن میبیننش، عزیزم، بچم، پسرم، دخترم، فاجعه است این ادبیات. چرا؟ اصلا هیچ اشکالی به نظر من نداره. اصلا تو حد بحث به نظر من. شما الان میگه ولگرد همه با خانش شما میگن ولگرد، میگید بار منفی داره، نایس نیست. من میگم به بچه شما دیگه بچه من میگم بابا به پدر خب بگی باشه، من میگم که یه ذره یکی مام بزرگ نه ادبیاتش فرق داره. بعد شما میاد مثلا به حیوان میگین بچه‌م، این خیلی اشتباه بزرگه. یه چیزی من بگم برات، به خاطر اینکه قواره احساسی جامعه به هم ریخته. این یه بحث کاره. این که شما یه گاردی دارید به حالا همه حیونا، این یه طرف کاره، اصلا احترام میذارم به نظرتون. بحث احساسات و دهه 80 90 رو در نظر میگیرید، ولی بحث اتفاقایی که به واسطه زندگی صنعتی برای ما رخ داده، تو هممون جهش ژنتیکی داشتیم. بچهای نسل زد آیکیوشون نمیدونم 25 برابر، یعنی 25 واحد جهش ژنتیکی. آقا همه این اتفاقا افتاده برای ما. همه این اتفاقا برای ما افتاده که یک سگ در زمان دهه 60 70 به واسطه اون اتفاقا که میفته سال یک بار زایمان میکرد، الان شده سال 2 بار. 12 تا طوله میذاره، 6 تاش زنده میمونن، زیاد میشن. و چیزی که وجود داره و برخلاف این که شما همه چیزو 0 و 100 میبینید، من میگم که همون کسی که شما بهش اعتقاد دارید اون حیوان آفریده، به این دنیا اومده، من حذف فیزیکیش نمیکنم. خب من یک راهکاری دارم برای شما. اصلا نمیذارید هیچ کس صحبت کنه. ادبیاتش تغییر میدین. ادبیات تغییر نمیکنه. شما میگم که آقا دخترم، پسرم، بچه‌م. من میگم بچه‌م. اون دیگه ببین این شما اختیاریه. آفرین، یه حق شهروندی شما بگید. ما الان پس چرا وقتی گفتم ولگرد شما باید گرفتم که بحث غذا رسانی رسید به این که من میشه یه چیزی بدم، یه موضوعی بگم. به نظرم که بحث رو بیاریم به سر اصل جای
برای خودمون. ما داریم بحث غذا رسانی اصولی رو میریم جلو. من چون تخصصم که حیوانات نیست، تا حالا با هیچ حیوانی هم کار نکردم و نداشتم بنابراین، ولی چون از حیطه شهر و شهروندی دارم صحبت میکنم، الان شما که در این کار استادترین واردترین، الان من بخوام محل خودمونو که یه محل کوچیک، ببین یه وقتی یه شهرک کوچیکه 10,000 نفر جمعیت داره، 20,000 نفر جمعیت داره، جمع میکنم، توضیح میدم، میگم میخوام اینجا غذارسانی اصولی بکنم و اینا. ولی فرض کنین این محل ما که در تهران واقع شده، جمعیتش هم زیاده، حدود مثلا 1 میلیونه، من صبح دارم میرم سر کار، حدود ساعت مثلا 5-6 که دارم میرم، خانم های آقایون مسن رو میبینم که دارن غذا میذارن. ظهر که دارم بر میگردم، جوانترا رو میبینم که دارن غذا میذارن. خب شب که دارم میرم پیاده روی یا چیزی، یه قشر دیگه رو میبینم غذا میذارن. من چجوری توی محل بزرگ میتونم بهشون یاد بدم غذا رسانی و اصولی؟ رسانه نه، هیچ راهی جز ممنوعیت نداره. رسانه با هر چیزی قانون. اوکی. ببین خب ولی اول آگاهی رو بده، بعد برگشت قسمت اول. ما الان اینا رو نداریم. تو داری تو رویا میگی رسانه این ببین اینو گوشه ذهنت داشته باش. ما الان نه دولت رو داریم، نه دولت رو داریم، نه قانون. مطالبه گری کنیم. خانم کمالی جان از کی؟ از شهرداری. دقیقاً قدم مطالبه گری همینجاست دیگه شروع کردیم. اجازه بدین شهرداری وظیفه‌شه که جمع آوری کنه، درسته؟ نه چیو جمع آوری کنه؟ اجازه بدین در مورد همین سگایی که دارن ایشون خیلی من ناراضه. اصلا قربت من نمیشه. چرا من ما اصلا سگ نداریم. اینجوری نیست. اتفاقا در مقیاس حیوان شهری به چشم نمیاد. چرا؟ تعدادشون تعداد یه چیزی بهتون بچه‌ها میتونیم مثلا نوبتی صحبت کنیم که صدا برسه. من در مورد همین اجازه بدین. آره افتادم اونجوری نشیم. ببین در مورد همین جمع‌آوری که میگه ایشون میگه همه جا مال ما گربه است، ما اصلا معلوم سگ نداره. حالا فرق نمیکنه، به گربه میرسیم. در مورد سگ که ایشون میگه شهرداری وظیفشه بودجه کلانی به پیمانکار میده که این کارو انجام بده، به صورت اصولی حیونا رو جمع‌آوری کنه، عقیم ساز، اجازه بدین آقا، عقیم سازی کنه، واکسینه کنه، انگل تراپی کنه، بعد تو محیط خودش رهاسازی کنه، بعد یه مدت حالا اون یه عمری داره که میمیره. ولی این حقو ما نداریم حیوان رو دپو کنیم، پولی که شهردار یا حالا دولت داره پیمانکار بذاره جیبش، به بدترین وضع، به بدترین شکل حیونا رو دپو کنه، شیوع مریضی پیدا کنه. خب این باید ما خودمون مطالبه ببین متوجه سوال من هستین؟ من تمام اینا رو یه بگم، من تمام این چیزایی که شما میگی رو باهاش موافقم، یعنی اصلا با تو حرفی ندارم. این باید بیاد، اون باید بیاد، ولی این باید بیاد، اون باید بیاد. شما نوعی باید بخوایم این روند 10 سال طول میکشه تا بشه، 8 سال طول میکشه، 7 سال بالاخره باید یه جا شروع بشه یا نه؟ خب ما تو این 10 سال 8 سال داریم تبلیغ میکنیم که تو پس بیا حالا غذا رو بده، تو غذا رو بذار. اینطوری که نمیشه محله. خب پس ببین اصلا باید شما منظور نمیگی بیا غذا رو بده. نه من میگم مثلا غذا رو نده. نه کی داره تبلیغ میکنه؟ نه کی میتونه جلوی مردم رو بگیره؟ من میتونم. تبلیغ شده که مردم دارن آتیش اومده. این آتیش اومده. این تبلیغ شده که مردم دارن این کارو انجام میدن. حالا البته که این چون در خلأ اجتماعی درست صورت نمیگیره، ریشه‌های اجتماعی زیادی داره، حالا ممکنه دهن کجی به سیستم باشه، حالا ممکنه تنهایی انسان مدرن باشه، هر اتفاقی، حالا ممکنه اینی که مهاجرت بیش از اندازه بچه‌های ما باشه که رفتن و پدر مادرها تنها موندن و اون حس خوب از گربه و سگ میگیرن. تمام اینا ممکنه باشه، اجتماعیه. ولی میگم این نیستش که ما هی بیایم بگیم آره غذاداری بکنیم، اگه غذاداری نکنیم پس چیکار کنیم؟ بکشیمشون. بعد تو همین کش و قوس من و شما با هم دیگه چرا اینو به ما میگید؟ ما میگیم از کسانی که فالوور رو من یه سوالی خدمتتون داشتم. اگر غذا رسانی به حیوانات رو ممنوع کنن، پس حیوانات از کجا غذا پیدا کنن؟ من همین سوال. به خاطر همین حیونا میان داخل شهر، به مردم هم نمیکنن. سگ یه حیوان شهری دیگه اصلا وابسته به پسمانده. شما نمیتونید از همیشه وابسته به پسماند. چرا به پسماند؟ من میگم دو تا وضعیت رو واسطی از هم جدا کنیم. این سگی که الان ما داریم اون سگ توی کوچولو توی خونه نیست. نه همون سگای بزرگی سگیه که در حقیقت قلمرو داره و جایی که آشغال هست یا هر انسانی که هست
این اونجا شما نمیدونم گله ها رو دیدین مثلا سگ گله چیزی نیست که دیده نشه. اصلا کلا این دقیقاً سگ بدون جایی که جماعت انسانی نشه باشه مثلا توی بیابونا ول میکنن میمیرن اونجا وابسته به این پسماندگی. یکی از مهمترین مسائلی که با غذا رسانی اصولی من به شخص مخالف هستم یکیش همینه که وقتی که ما به صورت حالا اصولی غیر اصولی هر وجهی که داره ما حیوانات رو عادت میدیم که ما بهشون غذا برسونیم. من کاری ندارم ها، اصل اون ذاتی که شما و دوستان میفرمایند درسته، صحیحه، من هیچ انکاری ندارم روی منم دوست ندارم غذا برسونم، ولی در حال حاضر اون مسئله زمانی باید اتفاق بیفته که اون پسمانده توی شهر. ببینید وابستگی حیوانات به انسان که من به عنوان یک انسان که موظف هستم رزق و روزی خودم رو تامین بکنم، حالا بیفتم دنبال رزق و روزی حیواناتی که خداوند عالم آفریده، این خیلی خودش بزرگترین معضل زندگی بشره. برای چی باید غذا رسانی کنیم؟ منم دوست ندارم. ببینید من مخالف این طرز فکر شما نیستم. یه دقیقه حرفاتون رو جمع‌بندی بکنید. ببین دوستان الان فرمودن که یه نکته گفتین پسماند، گفتیم وقتی این حجم غذا است چرا مثلا غذا رسانی اصولی هم داشته باشیم؟ به خاطر بیماری هایی که این خانم گفت. برای اینکه اون سگ باید سالم بمونه. غذا رسانی اصولی اتفاقا یه داستانش مونه مثلا این زمانی میتونه به نتیجه برسه که پسمانده نباشه. بعد غذاهای فاسد توی شهر فراوونه. اون محله‌ای که من بودم گفتم موزل ما چی بود؟ پسماند و سگ. ما به مردم یاد دادیم تفکیک پسماند کردن. تفکیک پسماند می‌کردن مینداختن تو صندوق محیط زیستی ما عقیم می‌کردیم. اون محله تمیز شد. ما دیدیم قشنگ و طلا و بهارک و اینا همه رفتن تو بولوار. به من گفتن خانم من غذا رسانی نمی‌کنم. گفتم من غذا رسانی باید بکنم. اون غذا رسانی اسم گذاشته بودن مردم. بعد ممنونم ازتون. شما جواب سوال من با غذا رسانی هم سلامت سگمون اومد هم خیلی ممنون. شما جواب سوال منو بدین. ببینید برای پاسخ این سوال دو تا وضعیت رو بعد از هم جدا کنیم. اگر این سوال رو مثلا همون دهه 80 می‌پرسیدید اون موقع میگفتم حتما ممنوعیت و جریمه سنگین غذا رسانی و تمام رفتارهای غیر عاقلانه‌ای که خیلی ها انجام میدن. خب چون اونجا وضعیت بحران نبود، به قول ایشون مثلا مسئله نشده بود و فلان. در شرایط کنونی ما الان مثل این میمونه. من اینجوری نگاه میکنم به قضیه. یه کسی پاش شکسته، خب به او میگن آقا فعلا مثلا تا 2 ماه گچ بگیر، مثلا 2 تا عصا زیر بغلت بزن، بعدم که مثلا هستی تا 2 سال هوای این زانو رو داشته باشین، فعلا چینی بند زده است. خب بعدش خب مثلا دیگه به حالت عادی دمه. ما الان توی شرایطی هستیم که الان همون حالت چینی بند زده ایم و باید یه سری راه حل های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، مثلا 2 ساله، 6 ساله و مثلا 8 ساله، خب یا مثلا 2 ساله، 5 ساله و 8 ساله طراحی کنیم که اولا این جمعیت افسار گسیخته کنترل بشه. یکی از مهمترین مؤلفه‌شون بحث‌های رسانه‌ای و بحث‌های فرهنگیه که عمیقاً من مخالف اینم که هی بدمیم در احساسات مردم. این خطاه. خب این وضعیت چیز بشه قطعاً این حالا من و یا شاید خیلی از دیگه بحث این نیستش که الان بگیریم آیا حالا طبق اون چیزی که گفته میشه 2 میلیون یا 3 میلیون سگ ولگردی که وجود داره رو از بیخ یوتانایز کنیم که اصلا شدنی نیست. خب منتها آمایش سرزمینی به نظر من هر منطقه یه فرمولی الان لازم داره. تو این شرط کلی نمیشه کلی فرمولات. یه جا مثل مهشهر کرج که دیگه سگ از سر کولش داره بالا میره، خب یه جا ممکنه یه روستای دیگه ای باشه، یه جا مثلا ممکنه دماوند باشه، اینا فرق دارن با هم دیگه. یه جا ممکنه همون غذا رسانی محدود و سگ‌های عقیم شده تک خورده شناسایی شده که به قول شما به دونه دونه‌شون مشخص اسم دارن، خب و رهاسازی محیط شاید علاج اون منطقه همون باشه. مثلا 10 تا سگ، 20 تا سگ، 100 تا سگ، خب 100 تا هم شاید زیاد باشه واسه یه روستا. ولی یه جایی هستش که دیگه کار از دست شده. خب اون جایی که کار از دست شده به تجربه‌های جهانی باید رجوع کنیم. خب کشورهای زیادی هستن که تو این زمینه حتما اونجا یوتانایز هم مسئله است. یعنی شما شهری مثل کرج رو شاید بدون یوتانایز نتونین جمعش کنید. اینم به این معنی نیستش که ما تا آخر عمرمون قرار یوتانایز کنیم. نه، ممکنه در یه شرایطی اون هم باز تفکیک و هوشمندانه هر سگی رو رسیدی مثلا تو یوتانایزش کنیم، اونم مدل‌های اشتباهی که انجام شده بوده جدا بشن. مثلا شما الان یه سگی که معلومه دیگه چیزی ازش نمونده، مثلا بیا کالاسکه ببندی، یه پاش یه چرخ بذاری این ورش، یه دونه مثلا عصا بزنی اون ورش که این مثلا ادامه حیات بده، این تمام کارش. این باید یوتانایز بشه. خب
این کاراست که من میگم محور بحث باید به عقلانیت و به منطق برگرده، از فضای احساسی فاصله بگیریم و بتونیم یه کاری بکنیم که به نفع جامعه شهر باشه. خیلی ممنون. گزاره دومو میخونم. هر کدوم از شهروندان موافق گزاره بودن لطفاً بنشینن. اگر سگی به یک انسان آسیب بزند، قانون به طور کامل حامی فرد آسیب دیده است. لطفاً شهروندانی که موافق گزاره هستن بنشینن. هر کسی مایل شروع کنه. دقیقاً خلأ قانون هست، واسه اصلا نداریم قانون. البته میدونم 3 سال پیش یه لایحه‌ای واسه حمایت از حیوانات، حالا منع حیوان آزاری، البته یه چیز کوچولو داریم واسه حیوان آزاری. چرا یه تبصره خیلی کوچولو واسه حیوان آزاری داریم، ولی فکر میکنم اصلا قابل اجرا نیستش. آره واقعا این یه خلاییه. حالا چون اون منع حیوان آزاری تا اونجایی که من میدونم یا همون قانون حمایت از حیوانات یه بحثش اینه که رفتار مسئولانه با سگ‌های صاحب داره. چون بعضی اوقات من حالا به قول معروف منم تو شهر تهران زندگی می‌کنم، مثلا همسایه‌مون سگ داره، از بل و سپاسیان تا مثلا سگ‌های کوچولو رو می‌بینیم و خب یه دونه از همین داستان‌ها اینه که خود قانون حمایت از حیوانات اگر باشه خب بعد متناسب با اون جا، مثلا اگر صاحب میخواد سگی بگیره در حقیقت تهیه کنه و اینکه رفتار مسئولانه داشته باشه، بدون چه جوری بعد به قول شما یه دوستی میگفتش، میگه دخترم پسرم، یعنی دقیقاً مثل عضو خانواده‌اش باید ازش من یه حفاظت توضیح کنه. ضمنی هم بدم. ببینید یعنی این که این گزاره رو کامل اگر بخوام مطرح بکنم اینه که اگر یه حیوانی به انسان آسیب بزنه، انسان میتونه بره کامل اون آدمه بره دیه‌شو رو بگیره و قانون طرفدار اونه. طبق این صحبت بکنید و لطفاً نفر بعدی نظرش رو بگه. خانم تقی خان بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببینید همون جوری که ما میگیم قانون حمایتگر یه انسان آسیب دیده است از طرف سگ، ما هم همون جور میخوایم یه قانونی باشه برای حیوانات. زمانی که توی حالا کشور ایران تو شهرهای مختلف خیلی آزار و اذیت از طرف آدم‌ها داریم میبینیم، چه از حیوان آزاری تعرض جنسی به حیوانات، خدمتتون عرض کنم حالا سوزوندن حیوانات، میخوام یه قانونی هم باشه همون جوری که قانون رو حمایت میکنه مردمو، که میاد من سرپرست و اگه سگم یه نفری رو گاز بگیره میاد برای من دیه میپره، منم دلم میخواد اگه کسی که بیاد یه سگ رو آزار بده یا سگ من یا هر چی، یه قانونی باشه حمایت بشه. یعنی باید یه چیز دو طرفه باشه، یه چیز یه طرفه نباشه. چون ما الان خیلی موردای حیوان آزاری داریم. من یه سگی رو دارم که رو تنش کامل اسید ریختن، یکی رو دارن کل تنش رو سوزوندن، یکی آدم تو واژنش چوب کردن. این موارد خیلی متاسفانه زیاده. باید یه قانونی گذاشته بشه. چطور همونجوری که تو سردر پارک‌ها نوشتن ورود حیوانات ممنوع، ولی خب باید یه جایی هم واسه خود همین حیوان ارزش قائل بشن به عنوان یه موجود زنده. ممنون. آقای اسدی شما بفرمایید. من میگم که خلأ قانونی خب وجود داره. نمیدونم چرا هیچ وقت به جدیت بهش پرداخته نشده. برای یه موضوعی که وجود داره، برای یه موضوعی که به معضل داره تبدیل میشه، اگر یه قانون سفت و سخت بذارن که دو طرفه باشه، هم برای کسی که صاحب حیوانه یا مسئول نگهداری اون حیوانه، چه تو گله، چه تو خونه، چه تو باغ، هم برای اون کسی که مورد آزار و اذیت قرار میده و این رفتار پرخاشگرانه رو ترویج میده. اصلا موضوع کوچیکی نیستش. توی کشورهای پیشرفته‌ام به این موضوع خیلی میپردازن، از اونجایی که کسی که زورش به یه حیوان برسه و آزار بده، قطعاً این از نظر روانی ممکنه که مشکلاتی رو ایجاد کنه برای انسان‌ها در آینده و این بستر شروعش باشه. و این قانون منع کننده از دو طرف رو داشته باشیم، نه از یک طرف فقط من میدونم که اگر من به عنوان مسئولیت یک حیوان، به عنوان نگهبان باغم، به عنوان سگ خونگی یا گربه حتی، اینو کاملا تحت حیطه و کنترل خودم نداشته باشم و آسیب برسونه به یک شهروند، مسئولیتش تمام کمال با منه. ولی از اون ور باید یک قانونی هم وجود داشته باشه که یک حمایتی از کسی که صاحب حیوانه، از این حیوانایی که دارن زندگی میکنن به عنوان حیوانای بلا صاحب، مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. تو بحث قبلی غذا رسانی بود، این
خود این غذا رسانی اگه یه قانون براش ایجاد بشه که هر کسی نتونه غذا بده، خیلی از این بحثایی که ما میکنیم جمع میشه. خلأ قانونی وجود داشته، خیلی سال هم هست که این اتفاق داره انجام میشه، ولی هیچ عزم جدی نیست براش که یه فکری براش بکنه. خانم کمالی شما؟ من فکر می‌کنم دوستان بیشتر از این ور دارن صحبت میکنن که حیوان چه حقوقی داره، ولی اون گزاره اینطوری که من فهمیدم، حالا اگه اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید، اون گزاره به حقوق انسان آسیب دیده بیشتر توجه داره. یعنی میگه اگه انسانی آسیب ببینه آیا قانون ازش حمایت میکنه یا نه. و چون موافق اون گزاره بودم پس میشینم. توی قانون ما 2 قسمت وجود داره. یه قسمت اینی که اگه سگی صاحب داشته باشه و کسی رو گاز بگیره چه اتفاقی میفته. قسمت بعدی میریم اگه سگی صاحب نداشته باشه، بی صاحب باشه و گاز بگیره چه اتفاقی میفته. و قانونگذار هر دوتا رو مشخص کرده چه اتفاقی میفته. پس دیگه اصلا این مخالف و موافق نداره که اصلا، یعنی منظورم ببخشید با احترام گزاره شما گزاره چیزی نبود، این قانونیه و اینه. قانونش اینه که اگه کسی صاحب داشته باشه، البته که ما الان توی شوراهای حل اختلاف بابت این موضوع دچار مشکل هستیم به چند علت. یکی این که خب یه وقتی هست من دارم از در یه خونه ای رد میشم، حیوان اون خونه میاد منو گاز میگیره، من میدونم اون خونه حیوانش کجاست، وقتی هم شکایت کنم آدرس خونه رو میدم اینا. ولی الان مشکلی که من در حیطه کودک باهاش مواجه هستم این هستش که مثلا کودکی در پارک اومده تفریح، یه گازش گرفته و خب رفته دیگه. حالا الان اون والدین کودک اون آقاییو که تو پارک دیدن از کجا باید پیدا کنن؟ یه قسمتش میره این. خب قسمت بعدی کودکان سگ‌های بی صاحبه. بله، سگ‌های بی صاحب وقتی که مثلا فرض کن من رفتم تفریح جایی گاز گرفتن، همونجا میتونم بعداً برم شکایت کنم. چند تا استشهاد میخواد، دکتر میخواد که تایید کنه که این گاز حیوان بوده. استشهاد از کسایی که اونجا بودن جمع میکنم که آقا اینو من گاز گرفته و بعد دیگه فکر میکنم از بیت المال پرداخت. خب ولی یه نکته من اجازه بدین، ایشون توی پارک میگن که حالا شاید حیوانی بیاد گاز بگیره، این هم نیستش. من خودم شاهد اینم که بعضیا که میارن حالا سگاشونو، این موزل برای ما که کسایی که ما پت داریم جای خاصی نداریم. باید شهرداری یه جایی درست کنه برای گرداندن پت. وقتی که من که میبرم توی پارکی، حالا سگ من داره میره، یه بچه خوشش میاد یا یه نفر خوشش میاد، یه آقای پیرمرد اومده با عصا میزنه، خب اون سگ برای دفاع از خودش میپره گاز میگیره. وحشت زده است. من متوجه این موضوع اصلا به این رسم. من به این گزاره اینجا تمام میشه. یعنی اون میره جای دیگه که شما کاملا دارین درست میگین، من روش خیلی حرف دارم. یه نکته ای رو گفتیم که حالا اگر سگ گاز بگیره میشه دیگه گرفت. الان ما از کجا بفهمیم که صاحب سگ کیه؟ یعنی سگا شناسنامه دارن؟ نه، سگای بلا صاحب برمیگرده به شهرداری. مثلا اگه من یه سگ مثلا بلا صاحب گاز بگیره، من میتونم شکایت کنم از شهرداری. از شهرداری هم میتونم دیه بگیرم. این اتفاق افتاده. مخالفین لطفاً بنشینن، نظراتشون رو بگن، بعد ادامه بحث رو داشته باشیم. بفرمایید. جنبه‌های مختلفی داره. اولا اگر سگ صاحب داشته باشه که قاعدتاً مسائل مربوط به خودش رو داره. اگر اون سگ بلا صاحب باشه، خب مسائل یکم پیچیده تر میشه و ما در بچه سگ‌هایی که صاحب دارن، بله میتونیم بگیم که قانون تا حد زیادی از فرد آسیب دیده حمایت میکنه. ولی در مورد سگ‌هایی که بلا صاحب هستن، وقتی که آسیب میزنن به شهروندان، یه مقدار وضعیت پیچیده تر میشه. اینکه عزیزان میفرماین که شهرداری میشه ازش شکایت کرد و دیه گرفت، این هم خیلی دوندگی داره. یعنی به اون صورت کسی نمیاد بگه که مسئولیتش با ما هست و من از این جهت میتونم بگم مخالف هستم، چون مسئله کلمه کامل میاد که حمایت کامل از انسان میشه، نخیر. و با دوستان هم موافق هستم که حیوانات هم دارای حقوق هستن. این قسمت در قوانین حالا حقوقی، اگر که فرد
خودش باعث تحریک اون حیوان باشه، قاعدتا نمیتونه بگه که من آسیب دیدم، اون حیوان من رو آسیب زده پس من بیام برم به اصطلاح شکایت بکنم و خسارتی که به من وارد شده رو جبران بکنم. اگر اون قواعد نباشه، اگر وارد حریم در مورد سگ‌های صاحب دار، اگر فردی خب سگ نگهبان داره یا سگی توی منزلش داره، یه فردی وارد حریم شخصی فرد میشه، خب قاعدتاً خودش باعث آسیب بوده. تو این زاویه ها که بخوایم نگاه بکنیم، میگم وجوه مختلفی داره این گزاره. از این جهت نمیتونم اون کامل بودن، حمایت کامل از فردی که آسیب دیده رو بپذیرم. از این جهت میتونم بگم که مخالف این گزاره بودم. آقای عبدالحمید شما؟ من با این گزاره مخالفم، چون که اصلا قانونی نداریم. خب عرض من اینه، الان تکمیل میکنم. ببینید حالا گفتم درسته، سگ‌های بلا صاحب یه قاعده‌ای داره، سگ‌های صاحبدار یه قاعده‌ای داره. منتها مشکلاتی که به وجود میاره اینه. الان ببینید همون قاعده‌ای که به درستی هم فهمیدن، مثلا اگر سگ ولگرد یه کسی رو گاز بگیره و خدای نکرده در اثر بیماری هاری یا غیره منجر به فوتش بشه، درسته که طبق یک آیین نامه نه یک قانون، خب این بر عهده شهرداری ها گذاشته شده، ولی شهرداری هم معمولا 1000 تا راه داره واسه در واقع گریز از این معنا. اون چیزی که الان بهش استناد میشه اصلا قانون نیست، اون یه آیین نامه اجراییه که مثلا دهه 80 اومده و اون کسی هم که اون رو در واقع وضع کرده خب خیرخواه بوده، ولی خیلی اتفاقا لوکال به مسئله نگاه می‌کرد. یعنی همین فقط سگو دیده، دوباره باز بحث همون که فقط سگو دیده و سعی کرده برای سگ، اونم نه برای همه نظام مسائلش، بلکه برای یک قسمت کوچکش، مثلا اونم که سگ اگه به یکی پرید الان من چیکار کنم، سعی کرده یه دستورالعملی رو در واقع بذاره یا مثلا یه مکانیزمی رو داخل شهرداری ها در واقع قرار بده که حالا یه بودجه بیاد، یه مثلا شلتری ایجاد بشه، یه دستگاهایی واسه زندگیری و از این جور چیزا. خب خیلی اون نکات مقفول زیاد داره اون آیین نامه و نه قانونه. مثلا یکیش اینه که اصلا در رابطه با بحث طول کشی هیچ صحبتی تو اون آیین نامه نشده و یکی از معضلات گسترش این الان خب حامیای محترم میگن آقا عقیم سازی کنیم و فلان. یه عده آدم سودجو هستن و فرصت طلب که دارن طول کشی میکنن، طوله‌های ناقص تزریق میکنن تو این سیستم اکوسیستم. شما هی میخواید برید اینا رو عقیم سازی کنین، کی باید با اون طول کشی برخورد کنه؟ قانون. دامپزشکی قانون میخواد، اصلا قانون باید بره. طول کشی غیر اصلا طول کشی ضابطه داره، به شدت کار پیچیده‌ایه توی دنیا و مجوزهای خیلی خاص داره که شما فقط میتونید طول کشی بکنید، اونم نه هر سگی رو. سگی که قاعده داره، استفاده داره و کاربرد داره. الان هم همینطوره توی ایران. اگه میخوای شما بری پرورش سگ بزنی و بری جهاد کشاورزی، یه سری قانون داره، یه سری حالا پروتکل‌های مختلف خاص خودشو داره، تو هر شهری یه ارگانی هم ولی متاسفانه چون نظارت کلی و استانداردی نداره، هر کسی تو هر در وا می‌کنی، مثلا توی شهریار کرج می‌بینی یه آدم معتاد برای باقی دارن اونجا جفت میزنن دیگه، یه طول نر و ماده که خواهر و برادر هستن طول کشی می‌کنن باعث نژادهای. حالا این فقط یکی از نکات مقفول این آیین نامه بود. باز میگم این قانون نیست، این آیین نامه است که در داخل استانداری و مثلا یک جای خیلی مختصر در واقع وضع شده و شمول قانونی نداره. یکی از چیزایی که در خصوص سگ‌های صاحبدار اینجاش خیلی من با این مسئله یه بار مواجه شدم. ببینید بحث دیه، بحث شوخی برداری نیست. خب اگر یک کسی خدای نکرده بمیره در اثر بیماری هاری یا هرچه مثلا اتفاقات دیگه، یهو طرف مواجه میشه با مثلا چقدر میلیون تومان هزینه، اونجا دیگه همه احساساتش هم یادش میره، منکر مالکیت سگش میشه. خب یعنی من مواجه بودم با کیس هایی که سگ پریده به یه بچه‌ای، بعد اومدن مثلا که چیز کنن، مالک سگ گفته که کی گفته این مال منه. خب منکر مالکیتش شده. شما بتونید اثبات بکنید که این سگ مال این آقاست یا این سگ مال این خانومه. در خارج از کشور چیکار میکنن؟ اینا هم باز همش ذیل اون الگوریتم قانونی، یعنی قانونش باید باشه که همه رو ملزم کنه که این کار انجام بدن. میکروچیپ استفاده میکنن دیگه، یعنی همه سگ هایی که داخل در واقع محیط شهری و یا حیوانات دیگری که از این قبیل که توی محیط اجتماعی هستن، اینا میکروچیپ دارن. این سگ حتی اگر بدون صاحبش در اون طرف شهر به یک کسی حمله کنه، اون سگ رو در واقع میگیرن، شناسایی میکنن، آقا این مثلا مالکش اون آقاست، مالکش اون خانم. ببینید نگاه کن، ما میگیم عدم آگاهی به خاطر اینکه من نوعی یا ایشون نوعی یا شما
در مورد مرضیه سگ نمیدونیم. مثلا همین هاری، شما فکر کنید یه سگی که یه جا ناهنجاره میپره واق میزنه، شاید پاچاتو بگیره، گازت بگیره، میگی هار. به اون سگ نمیگن هار. مریضی هاری خیلی فرق میکنه، چون اسمش هاری. ما یه سگو میبینیم داره واق میزنه میگیم هاری داره، در صورتی که مریضی هاری اصلا یه چیز جداست. سگی که تو خونه است سالیانه داره واکسینه میشه، انگل تراپی میشه، زیر نظر دامپزشکی، اون سگ به هیچ عنوان هاری نداره مگه سگ بلا صاحب بیرون باشه بر اساس مریضی و علائم خاص خودش شده. نمیشه گفت به هیچ عنوان، ولی خب برای کمتر. پس ببینید اصلا نمیشه گفت سگی که میاد به شما واق میزنه بگی اون سگ نه، من منظورم هم بیماری هاری و مشخصا ویروس هاری بود. هیچ پت خونگی هاری نداره. که دغدغه‌ای که دوستان داشتن دغدغه درستیه. من چرا از اول گفتم یک قانونی باید باشه که تنظیمگر رابطه انسان و حیوان باشه. بله درسته. برای اینکه حیوانات هم این وسط بهشون یه ظلم‌هایی میشه. دقیقاً. بنابراین این یه قانون کامل و جامع میخواد که به همه زوایاش نگاه. همین مطالبی که من گفتم بهتون که ما این خلأ قانونی باعث میشه که هر دو طرف، هم فرد آسیب دیده هم صاحب حیوانات، متضرر باشن. واقعا آقای عبدالحمیدی گفت اثبات این که این حیوان آیا حیوان من هست یا نه کار راحتی نیست، مگر اینکه من به سلیقه شخصیم و به میل شخصیم برای حیوان میکروچیپ گذاشته باشم. خیلی ها اینو نمیدونن. تو خارج از ایران، تو کشورهای اروپایی خصوصا، بدون استثناء اگر شما یک حیوانی رو میارید باید حتما شناسه داشته باشه، میکروچیپ داشته باشه و به نام شما تو اون سامانه ثبت شده باشه. اگر حیوانتون تو خیابون به یک کسی بپره، اگر حیوانتون ناهنجاری ایجاد کنه و هر مشکلی ایجاد کنه، اگر شما حیوانتون بدون اینکه تایید شده باشه بخواد باردار بشه و زایمان کنه، شما رو جریمه میکنه. و اینم بگید اون وظیفش حامی و یا مثلا یه شهردار نیست. نه متولیای مختلف مسئولیت دارن. دامپزشکی توی قسمت الان فقط اگر این حیوان میکروچیپ داشته باشه و به نام من ثبت شده باشه، هر جایی که بوده باشه اون حیوان اگه به کسی آسیب برسونه و برن ببینن میکروچیپ داره، میتونن بیان منو بگیرن. در غیر این صورت مثل اینه که شما حالا میگید داده به یه سگ گردان، من ماشینمو میدم به یه نفر دیگه، به برادرم، تصادف میکنه با ماشین من، ولی اون شخص تصادف میکنه، کی باید دیگه بده؟ صاحب ماشین. به هر حال مشخصه کسی که اون حیوان متخصص بیاد. آره اون حیونا رو، اون حالا سگ‌ها رو داره میبره بگردونه، اون کسی که الان قلاده دستشه مسئوله. چون ما نداریم این آیدی تو ایران همچین چیزی نداریم، داگ واکر نداریم تو نه ایران. حالا اگر باشه ما این میکروچیپ رو خیلی به صورت انگشت شمار شاید آدم‌ها استفاده کنن. میکروچیپ هم نمیشه پیگیری کرد آقای یاشا. میدونین چرا؟ چون من مثلا یه سگی در میکروچیپ داره، من اینو بعد یه مدت میام واگذار میکنم به یه خانواده دیگه. ولی میکروچیپ سامانه عوض کنید. خب نمیکنن. یعنی سامانه نداریم. یه دمی خسته میشن سر ول میکنن تو محیط. گفتن مال آمارگیری هاری، من الان دامپزشکی بودم، گفت سامانه میکروچیپ کارش چیه؟ جی پی اس که نیستش که. فقط توی سامانه ثبت بشه این بارکد صاحبش اینه، همین در همین حد. مثل همون علامت داغی که زمانهای قدیم روی حیوانات می‌زدن. دامپزشکی گفت ما این سامانه هنوز نداریم. فقط ایران نداره. من میگم تو دنیا دارن این کارو میکنن. یعنی فقط اینا درد پوله آقای یاشا. آقای عبدالحمیدی میگن که تو خارج یه سری قانون هست، واقعا قانون هست، شما حق ندارید از اون حیوان طول کشی کنید مگر اینکه تایید شده باشه، مجوز گرفته باشید، نژادش مشخص باشه، یک سری ضوابط و قوانین خاص خودش داره که ما تو ایران چون این قانون رو نداریم، هر کی به قول ایشون در باغ باز می‌کنی 5 تا طولی می‌ریزه بیرون، یه دونه سگ مثلا نژاد بزرگ با یه سگ نژاد چه می‌دونم ایرانی برداشته جفت زده. این البته یه نتیجه گیر کنیم قانون نداریم، مطالبه میخواد دیگه. حرف بزنیم بگیم قانون نداریم، خب نداریم چیکار کنیم؟ مطالبه مردم. ببین من نوعی باید خودم قانون رو رعایت کنم. میدونی چرا؟ من نوعی که مثلا اسمم مینامن حامی، خیلی از حامی اومدن به اسم حیوانات دارن خیلی پولای کلانی اینور میکنن تو این بازار آشفته، بازار حیوانات، به اسم غذارسانی، به اسم امداد. خیلی هاشون هم طول کشی دارن متاسفانه. وقتی منی که حامی هم دارم طول کشی میکنم، بعد بیام تو نوعی رو من کنم، بس این نمیشه. من نوعی باید خودم اول درست کنم، بعد به یکی بگم نکن این کارو. ببینید داستان مشکل طیف فساد اگر اینجوری ببینیم هم تو شهرداری هست، هم چون مافیا شکار داریم، مافیا دارو داریم، مافیا زیاده. مردم عادی در حقیقت تعداد مافیا چقدره؟ مافیا یه چیز کوچولوئه. مردم اگه آگاهیشون زیاد باشه، شما بهتر از هر کسی میتونن مطالعه کنن. من 8 سال 9 سال کارم اینه. به خاطر اینکه مردم هیچ حرفی نمیزنن. تو این 8 سال 9 سال
خیلی از حامیای بنامی که مردم ایران قبولشون دارن، پولای هنگفتی دارن، از اونور ایران دارن به این حامیا تزریق میکنن برای حمایت از حیوانات. اصلا میفهمم که ولی چرا؟ انجام نمیشه. چرا؟ حتی این پولی هم که مثلا یه نمونهش مثلا خود شهرداری وقتی یه ارگان دولتی ماست، این پول دولت داره میده برای عقیم سازی، راه اصولی انجام نمیده، پیمانکار میاد میخوره، به اون مسئول شهرداری میاد یه شیتیل میذاره جیبش. اونا مردم اینا همه هستش. هممون مردمی. شما کسی رو مستقیم میشناسین؟ یعنی اسمشون رو میدونین؟ بله. خب جالبه چی خیلی اسمشون؟ این نه اینجا نه یه اتفاق یه چیزی هست ما میخوایم بگیم. همیشه شما یه واژه‌ای هست به نام پیمانکار، یه واژه‌ای هست به نام پیمانکار که همه بهش توهین نه یه چیزی بگم. بگم، ما میگیم حقوق برای همه. الان ما یه گروهی داریم پوشش سلامت واحد، میگم آقا وقتی که میخواین یکی رو اسمشو بگیم با سند و مستندات برین سراغ قانون، توی دادگاه بتون از خودش دفاع کنه. الان و ما حالا اینجا بتونید صحبت که بخوایم بکنیم همدیگه رو متهم کنیم. ما آفرین. موزل جاش اونجاست، ما اصلیمون میایم. چیزی دیگه ای که دولت این کار رو اجرا نمیکنه. بعد سر آخه مسئله پیمانکار که شما میفرمایید نمیشنوم متاسفانه. شما این نکته راجع به پیمانکارا می‌خواستیم بگید. ببینید شما نگاه، یه واژه‌ای وجود داره که هم شهرداری برای اینکه خودش رو تطهیر کنه بهش پناه میبره، هم حامی‌ها برای اینکه خیلی مستقیم به شهرداری توهین نکنن میریزن سر این. خب پیمانکار کیه؟ خب به نظر مسئله من همینه. پیمانکار یه پیمانکار رخه. مهمه. اشکال شهرداری اینه که گزینش‌هاش برای انتخاب پیمانکاراش درست نیست. خب این بماند. ولی شما پیمانکارا رو که نگاه می‌کنید، عده زیادی از این پیمانکارها همون افراد هستن که ایشون میگه. حامی نماهایی هستن که خودشون دکان دستک دارن، یعنی اینا شدن پیمانکار شهرداری. یعنی مافیا. ببینید یه الان مافیایی هم کارشون چیه؟ آقای اسدی به درستی الان توی گفتن. این قصه پسماندها پیمانکارانی که توی هر شهر و محله و هر حالا منطقه‌ای پیمانکار پسماند هستن، اینا به نظر من دارن پولشویی میکنن برای شهرداری. پولشویی میکنن برای اینکه به نام جمع‌آوری و ساماندهی پسماند میان به بدترین شکل ممکن دارن این طرح‌ها رو اجرا میکنن، در حالی که خیلی تمیز میشه با برنامه‌ریزی، با شرایط حالا اصولی میشه این قضیه ها رو حل کرد و اثرات مثبتش رو هم دید. وقتی که ما میبینیم اون نابسامانی ها وجود داره، مراجعه میکنیم به شهرداری، میگیم آقا این آشغالا رو نمیان ببرن، یا این وضعیت زباله، این وضعیت حالا پسماندها، این میگن که اینا ما با پیمانکار، تقصیر پیمانکاره. شما میگین که چرا پیمانکار رو زیر سوال میبرین؟ خب این پیمانکار رو اگر شهرداری که اینا یه بار بشین پیمانکار رو بازش کنین. پیمانکار کیه؟ پیمانکار یه رخیه از طرف شهرداری. جدی میگم تمام کاری که خود شهرداری انجامه به عنوان اون پیمانکار رو میذاره وسط، میکنه سیب. حالا همینه، یعنی شما وقتی که پیمانکار رو درست گزینش نمیکنین همین اتفاق میفته. من به نظرم من تعریف خیلی دیگه ممنون آقای عبدالحمید. شما آقای عبدالحمیدی رو شناختین؟ نه. من معرفیتون کنم یا خودتون میگید؟ آقای عبدالحمیدی سازنده مستند دومینو هستن.